امروز قرار که یه رازها و تئوریایی که راجع به جی تی ای وی گفتن رو با هم دیگه تست کنیم، ولی با این تفاوت که این سری این تئوریا ثابت کرد که جی تی ای وی یکی از بهترین بازی‌های جهانه. سلام بچه، خوش اومدیم این ویدیو. بچه این سه تا ماشین رو می‌بینید. بچه اولین تئوری نوشته بود که اگه شما تو هوای آفتابی یا تو هوای برفی یا هوای بارونی با ماشین ترمز کنین، اون طول مسافت یا به قول خودمون خط ترمزی که ماشین میندازه واقعا متفاوت. یعنی اگه برفی باشه بیشتر سر میخوره، بارونی باشه سر میخوره و اگه خشکم باشه و آفتابی باشه خیلی کم سر میخوره. الان میخوام بچه اینجا سه تا ماشین من آماده کردم کنار هم دیگه. قرار وقتی به این گیاها ما رسیدیم ترمز بکنیم ببینیم ماشینمون تا کجا میره. خب بچه اولی ماشینمون رو بریم توی هوای آفتابی با هم تست کنیم. 1 2 3 برو بریم. آقا البته تا ماشین شتاب بگیره طول میکشه، ولی خب ترمز میکنیم تا اینجا وایسه. خب بچه من اینجا یه علامت میذارم که مشخص بشه. خب بچه علامتی که گذاشتم این چراغ قرمز است، اینو گذاشتم یعنی ماشین قرمزمون انقدر طول کشید که وایسه. فقط مسافت رو شما نگاه کنید.